جناب استاد، موضوع اولی که من خیلی میبینم در یوتیوب بین همین ملاها، نمیفهم اجازه است نامشون بگیریم جناب استاد؟ نه نام نگیرید، بدون اسم بفرمایید. خب بین همین کسانی که در یوتیوب فعالیت دارند و ملاها و امیا هستند مبلغین، بین از یک نوع بحث و گفتگو و جنگ و جدل است. حتی ما باور به خدا کنید ویدیویی دیدیم که شما رو تکفیر کردن. باور به خدا کنید متاسفانه است. ویدیو دیدیم شما رو تکفیر کردن. همین یوتیوب جنگ و زدن کامی هستند. از نظر من اگر مردم امروزی در زمان خلفای اربعه، ببخشید خلفای اربعه نمی امام های اربعه اهل سنت اگر امروز هر چهارشون یک جای می بودن، مردم امروزی هر چهار هزار در جان یکی دیگه انداخت که شما بیای یک راه به مردم تعیین کنید، در حالی که راه هر چهارشان درست است، قابل قبول است. از نظر من این است. اما نظر شما در این مورد چی است جناب استاد که میان یک نفر پشت دیگه نفر گپ میزنه یا با خاطر مشهور شدن است یا با خاطر مسائل یکی پشت دیگه گپ میزنه؟ گفتم ما ویدیو دیدیم شما رو تکفیر کردن. حالا که شما رو وهابی میگن، ما همیشه به همه دوستایی که گفتن استاد انصاری وهابی است، ما گفتیم استاد انصاری هر زمانی که من زبانش ناحق بشنوم، غیر از حق بشنوم، امروز میمونمش کنار. درسته. استاد انصاری درست است، من پیروش هستم، دوستش دارم، موقت من ما باید پیرو حق باشیم برادر عزیز، پیرو شخص نباشیم، پیرو حق باشیم همیشه. درست است. الان بس این مبلغین میمونه که یا بجان هم دیگه افتادن، این که تو به خیره تکفیر کنی به خیره تکفیر کنه، هیچی على اساس شاید عقیده همش درست باشه که هر کدامش یک برداشت متفاوتی داشته، دقیقاً مثل امام های اربعه اهل سنت. اینا نظر شما چی اساس در مورد از این موضوع؟ ببینید الله سبحانه و تعالی در سوره شورا آیه 4 میفرماید که و ما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم. میگه اینها به تفرقه نرفتن، گمراه نشدن، به اصطلاح پارچه پارچه نشدن الا بعد از این که علم به اینها داده شد، علم بر اینها آمد. بغیا بینهم، بغاوت کردن بر علیه هم دیگر. متاسفانه علما، دعوتگرانی که به جان هم دیگر میافتند چند سبب داره. حسادت میتونه باشه و کوته نظری میتونه باشه، کم علمی میتونه باشه، کوته نظری، کوته فکری. متوجه هستید؟ بله، همه اینا میتونه سبب باشه. بزرگترین مشکل بین علما و البته بین همه اقشار جامعه‌ای که در یک مسلکی کار بکنند این وجود داره. مثلا شما برید پیش یک دکتر بگید که والا جناب دکتر، من هفته گذشته یا ماه گذشته بیمار شدم، پیش فلان دکتر رفتم، دارو داد، خیلی فایده کرد، شما مثل داروی همونا بدین. ببین که این دکتر چه عکس العملی نشان میده. 100 تا بد و بیرا با اون دکتر میگه. دکتران بین خودشون دارن، با احترامی که به دکتراست، انجینرها و مهندسا بین خودشون دارن، هم مسلک‌ها بین خودشون دارن، علما انسان هستن، بین خودشون هست، حسادت هست، بعضی اوقات خود برتربینی وجود داره، حسادت وجود داره و یعنی بزرگترین مشکل حسادت است. و به خاطر همین گاهی اوقات میان کوچکترین مشکلی رو که در کسی دیدن این رو اینقدر بزرگ میکنن، اینقدر بزرگش میکنن تا که چیکار بکنن؟ به شخصیت طرف، به جایگاه طرف ضربه بزنن. این یک طرف قضیه است. طرف دیگر هستن بعضی از علما و بعضی دعوتگرانی که اشتباهاتی میکنن و این غرور و تکبرشون اجازه بهشون نمیده که از اون اشتباهشون برگردن، در حالی که انسانی که پیرو به حق باشه، انسانی که مؤمن باشه، اشتباه کرد میاد میگه اشتباه کردم. تازه مثلا به نظر شما یک عالمی، یک دعوتگری در یک جای اشتباه بکنه، بعد بیاد در یک برنامه دیگر بگوید که دوستان عزیز، بینندگان عزیز، من در هفته گذشته فلان موضوعی رو که مطرح کردم اشتباه کردم، بعدا رفتم مطالعه کردم، سخنم رو پس میگیرم، حق این است، نه آن چیزی که من هفته گذشته گفتم. به نظر شما دید شما به این عالم چگونه میشه؟ خوب یا بد؟ به نظر من دید من، یعنی من بیشتر به این محبت میکنم، بیشتر تلاش میکنم ویدیو زیر ببینم، به خاطر که یک انسان صادق است و به اشتباه خود. دقیقاً. کاش که علما و دعوتگران ما همینو درک بکنن. تو جایی که اشتباه کردی بیا بگو اشتباه کردم، ام خدا راضی، ام بنده راضی، ام رسول راضی، ام دین راضی. اما نه، اصرار میکنن، پافشاری میکنن بر همان اشتباهی که انجام دادن و سعی میکنن که هی از اون دفاع بکنن و این مشکل است متاسفانه.